امروز 17 فروردین سال 1403 1 گرم طلای 18 عیار 3,607,000 تومان. به گالری کیوان خیلی خوش اومدی. اول از همه اینو باید بهتون بگم که این قیمت یک فاجعه است و همیشه طلا قیمتش به دو عامل بستگی داره. اولی اونس جهانی طلا و دومی قیمت دلار در بازار تهران. اونس جهانی قیمت یک اونس طلای 24 عیار در بازار جهانی هستش که در این لحظه 2288 دلاره و قیمت دلار هم در بازار تهران 64400 تومان هستش. حالا میخوایم بگیم چه چیزی این دو پارامتر رو بالا پایین میکنه. خیلی ساده البته. اونس جهانی با امنی ناامنی دنیا معمولا بالا پایین میشه. یعنی مثلا اسرائیل به ایران بگی تو، اونس جهانی میره بالا، بگی شما میاد پایین. و دلار هم که اصلا نمیشه باش حرف زد. یعنی مثل دوران بلوغ پسر و 15-16 سالگیشونه و دخترای تازه عروس که هر چی بهش بگی واکنش نشون میده و همیشه هم رو به بالاه. ولی خب اکثرا با اخبار سیاسیه، یعنی زن، زندگی، آزادی، دلار میره بالا، سرود سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی، دلار میره. سلام فرمانده حالا به قسمت جذاب ویدیو میرسیم که میخوام بهتون یاد بدم با این دوتا قیمت واقعی طلا رو حساب کنید. حتی بالای 95% طلا فروشا هم این فرمول رو بلد نیستن و خود منم همین 1-2 هفته پیش با چند تا ضرب و تقسیم حسابش کردم. ببینید اونس 28 گرم خورده ایه، ولی ما با اون اونس اصلا کاری نداریم، چون اونس فلزات گرانبها مثل طلا 31 گرم و 100 صد هستش. قیمت اونس جهانی طبیعتاً به دلاره و برای اینکه به تومن تبدیلش کنیم باید ضرب در قیمت دلار بکنیمش که این کار رو به سادگی با ماشین حسابمون انجام میدیم و عدد حاصل رو برای اینکه به 1 گرم برسیم تقسیم بر 31/1 یا همون 100 میکنیم که این میشه 1 گرم طلای 24 عیار. چرا؟ چون گفتیم اونس جهانی قیمت یک اونس طلای 24 عیار هستش و برای اینکه به قیمت 1 گرم طلای 18 عیار برسیم ویدیوهای بعدیمون حتما دنبال کنید، اونجا مفصل میگم. باید ضرب در 18ش بکنیم تقسیم بر 24 که به یه عددی میرسیم که 3,550 هستش، ولی گفتیم طلا چنده؟ 3,607. این اختلاف میدونید از کجا نشأت میگیره؟ این که شاید عرض تقاضا یه قیمت کاذب به طلا داده و یا این که داره خبر سعودی بودن دلار رو میده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد و تو اینستاگرام ما رو میبینید، لایک و کامنت و سیو یادتون نره و اگه در یوتیوب همراه ما هستید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید روش که اگه ویدیو جدید ما ساختیم پیامش برای شما بیاد.